بذار از همین اول ویدیو بهت بگم. توی این ویدیو قرار نیست بهت بگم که آخ تو فلان عادت‌ها رو داری، بخوام عادت‌های بدت رو تو سرت بزنم، یا بخوام بگم هر کدوم از اینا چه ضررایی برای تو داره. چون درباره این موضوع ویدیوهای قبلی کاملا صحبت کردیم و پروندهشو بستیم. توی این ویدیو فقط و فقط قراره بریم سراغ ترک عادت‌ها، مخصوصا همون عادتی که توی ویدیوهای قبلی کاملا درباره‌اش صحبت کردیم، یعنی دیدن محتوای جنسی. این ویدیو جنسش یه مقدار با ویدیوهای قبلی فرق میکنه. قرار نیست ادیت عجیب غریبی بزنم، قرار نیست من این ور دوربین باشم و تو هم اون ور دوربین فقط صدای من رو بشنوی و تصویر من رو ببینی. من و تو با هم یه رفیق صمیمی هستیم که تو درگیر یک سری مشکلات هستی، یک سری عادت‌ها و رفتارهای بد داری و از من کمک خواستی و من اینجام که با هم دیگه حلش کنیم و این موضوع رو پشت سر بذاریم. نه ازت میخوام لایک کنی، نه ازت میخوام سابسکرایب انجام بدی. فقط ازت میخوام اگر کسی رو میشناسی که درگیر این موضوعه و احتیاج داره که این ویدیو رو ببینه، حتما این ویدیو رو بهش معرفی کنی. بریم سراغ ویدیو. اول از همه با هم بررسی کنیم که ببینیم چی میشه که یه اتفاقی میفته که یک عادتی توی بدن ما بخواد تکرار بشه و ما مدام درگیر اون عادت باشیم. 3 عامل اصلی هستن که توی انجام یک عادت موثرن. اول از همه سیگنالی هستش که دریافت میکنیم، بعد از اون خود عادت هستش و بعد از اون خروجی یا پاداش هستش. اولین چیزی که باعث انجام یک عادت میشه سیگنال هستش. سیگنال میتونه به خیلی چیزا بستگی داشته باشه. میتونه افراد دورمون باشن، میتونه محیطی که توش زندگی میکنیم باشه، میتونه حس و حال اون لحظه و اون روزمون باشه و دقیقاً سیگنال همون چیزیه که مدام توی ذهن ما میگه پاشو این کار رو انجام بده، پاشو این کار رو انجام بده. و عامل دوم هم عادت هستش که از اسمش کاملا مشخصه چیه. همون واکنشی هستش که ما نسبت به اون سیگنالی که مغزمون دریافت میکنه انجام میدیم. یعنی یک سیگنالی وارد ذهن ما میشه که باعث این میشه که ما یک رفتاری رو از خودمون نشون بدیم. و عامل سوم پاداش یا همون خروجیه. دقیقاً همون چیزی که بعد از انجام یه عادت دریافت میکنیم. همون حس رضایته، همون دوپامین لحظه‌ای که وارد بدنمون میشه. بذار برات یه مثال بزنم که این 3 مرحله رو کاملا درک کنی و بدونی توی تمام کارها و رفتارهایی که تو طول روز داریم انجام میدیم این 3 مرحله دخیله. یه روزایی رو هممون داشتیم که میدونستیم کلی کار عقب مونده داریم و خیلی کارا داریم که انجامشون ندادیم و کارهای مهمی هستن که باید تو تایمشون انجام بشن و بعد به خودمون اومدیم دیدیم که ساعت هاست داریم تو اکسپلور میچرخیم و گفتیم که سیگنال میتونه رابطه مستقیم با حس و حال اون روزمون و محیطی که توش داریم زندگی میکنیم داشته باشه. یه روزی بوده که انرژی کافی برای انجام کار رو نداشتیم، استرس داشتیم، خوابمون کافی نبوده، صبحانه درست حسابی نخوردیم و دقیقاً همون لحظه مغزمون بهمون آسون ترین راه رو پیشنهاد داده، یعنی گشتن تو اکسپلور. و بذار اینم بهت بگم صاحب و صاحبین اون پلتفرما یک سری اتاق فکر دارن که تشکیل شده از قوی ترین روانشناس‌های دنیاست و این موضوعاتی که من میخوام بهت بگم و تا اینجا بهت گفتم رو 100% اونا به شکل خیلی حرفه‌ای تری میدونن. یعنی دقیقاً میدونن چه رنگ‌هایی، چه ساند افکت‌هایی، چه ویدیوهایی و چه چیزهایی میتونه بیشترین تحریک رو روی مغز شما انجام بده و میان از همون چیزها برای بیشتر نگه داشتن شما توی اون پلتفرم استفاده میکنن. ما فقط اون سیگنال اولیه رو دریافت میکنیم و بقیه‌اش رو میسپاریم به دست اون پلتفرم و اونا هم خوب بلدن چجوری از این سیگنال ها استفاده کنن. پس 100% مقصر این داستان ما نیستیم. اگر بخوایم این 3 مرحله رو توی این موضوع با هم دیگه بررسی کنیم، اول از همه اون خستگیه، اون حال نداشتنه، اون استرس داشتنه، اون راحت طلبیه، اون که مغز ما دستور اینو داده که سمت اون کار سخته نرو، میشه سیگنال اولیه ما و دقیقاً رفتن ما به اون پلتفرم میشه انجام اون رفتار یا اون عادت و پاداش و خروجی این موضوع میشه همون دوپامین جزئی و چرتی که ازش دریافت میکنی. اکثر موقع هم شده که با خودمون گفتیم من که میدونستم این همه کار دارم، من که میدونستم درگیر یک سری پروژه مهمم که زمان توش خیلی حیاتیه و باید سر تایمش تحویل بدم، چرا چند ساعته دارم تو اکسپلور میچرخم؟ و ذهنمون اینجوری شده که انقدر در مواجهه با این سیگنال اون رفتار رو انجام دادیم، توی ناخودآگاه ما اینجوری شده که خسته ای؟ برو فلان عادت رو انجام بده. حوصله نداری؟ فلان عادت رو انجام بده. استرس داشتی؟ فلان عادت رو انجام بده. و تا یه بخشی دیگه از دسترس ما خارج میشه این موضوع. و در مورد همه عادت ها این 3 مرحله وجود داره.
در مورد دیدن محتوای جنسی هم همینطور که ویدیو قبلی کاملا درباره‌اش صحبت کردیم. اون حالم بده، اون امروز انرژی ندارم، اون فرار از مشکلات دقیقاً همون سیگنال اولیه‌ایه که دریافت میکنیم و مغز ما دقیقاً تو این لحظه میاد از فرصت استفاده میکنه و میگه بابا میخوای ورزش کنی که چی بشه؟ میخوای کتاب بخونی که چی بشه؟ برو تو اون وبسایته، برو تو اون وبسایته، من اون دوپامینه رو بهت میدم، برو تو اون وبسایته. و این دائما توی مغز تو تکرار میشه و تو مجبور میشی این رفتار رو انجام بدی. حالا که کاملا متوجه شدی هر کدوم از این عادت‌ها چه جوری شکل میگیرن و چه مراحلی دارن، میخوام با هم دیگه بریم سراغ روشی که فکر نمی‌کنم تا الان بهت کسی گفته باشه این روش رو. و منی که الان میخوام این روش رو بهت توضیح بدم، کسی هم که درگیر بدترین عادت‌ها بودم و با همین روش تونستم خیلی از عادت‌های بدم رو کنار بذارم. نمیخوام ناامیدت کنم که بگم مسیر سختیه، نمیخوام امید واهی بهت بدم که مسیر خیلی آسونه. فقط میخوام بهت یه قولی رو بدم که کاملا شدنیه و بهت تبریک بگم که الان توی این ویدیویی، همین الان که تو داری این ویدیو رو میبینی، هزاران نفر دیگه دارن یک سری عادت‌های بد رو انجام میدن، هزاران نفر دیگه هم مثل تو توی یوتیوب هستن، ولی احتمالاً دارن یک سری ویدیوهای رندوم میبینن، یک سری ویدیوهایی با همچین کاورایی که روی تصویر میبینی، یه سری ویدیوهایی که 99% توی روند رشد زندگیشون هیچ تأثیری نداره، یه سری ویدیوهایی که ممکنه علاوه بر این که کمک نمیکنن، بدتر از اون خط فکری شما رو به هم بریزن، ذهن شما رو آشفته کنن، و ویدیوهایی مثل بلاند دیت و ویدیوهایی که خودتون میدونید. قدم اول این روش پذیرشه. یعنی اول از همه این که من بدونم یک سری عادات بد رو دارم و بعد از اون بپذیرم که درگیر یک سری رفتارهای بد هستم. میلیون ها نفر سراسر دنیا هستن که به چیزهای مختلفی اعتیاد دارن و یک سری رفتارهای بد دارن و درگیرشن و متاسفانه خیلی هاشون نمیدونن که درگیر این موضوعن و خیلی هاشون نمیپذیرن که درگیر این موضوعن. و تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی، یعنی قدم اولو پشت سر گذاشتی، یعنی پذیرفتی که درگیر این سری عادات بد هستی. به تبریک میگم. قدم دوم اینه که همین الان ویدیو رو پاس کنی و تمام عاداتی که فقط خودت میدونی، تمام عادات بدی که درگیرشون هستی و تمام اون رفتارها رو ریز به ریز توی دفترت بنویسی. بعد از اینکه این عادت‌ها رو یادداشت کردی، میریم سراغ مهمترین قدم، یعنی یادداشت سیگنال‌های این موضوع. برای اینکه دقیق‌تر بخوام بهت بگم، ما تا اینجا عادت‌هامون رو شناسایی کردیم و عادت‌هامون رو پذیرفتیم که درگیرشون هستیم. حالا فرض کن داری روزت رو میگذرونی و یهو مغز دستور این رو میده که یکی از اون عادت‌هایی که یادداشت کردی رو انجام بدی. اینجا ازت میخوام فقط چند ثانیه صبر کنی، نوت گوشیت رو باز کنی و تمام جزئیات اون لحظه رو ثبت کنی، دقیقاً مثل کاراگاه جنایی. برای مثال من عادت به پرخوری خوراکی‌های چرت و پرت دارم، یعنی چیزایی که میدونم برای بدنم مفید نیستن. توی این لحظه چه چیزی رو ثبت میکنم؟ دقیقاً همه چیز رو. الان توی چه ساعتی از شبانه روز هستم؟ حس و حالم چه شکلیه؟ چه کار انجام نشده ای برای امروز دارم؟ صبحونه چی خوردم؟ آخرین وعده غذاییم چی بوده؟ آیا اتفاقی باعث استرس من شده؟ و اگر این کار رو به مدت 1 هفته انجام بدی، الان یه لیستی داری که توش تمام عادتهای بدت رو نوشتی و مهمتر از اون تمام احساسات و سیگنال‌هایی که باعث میشن تو سمت اون عادت‌ها بری رو هم شناسایی کردی و الان کاملا آماده قدم بعدی هستی. ما قرار نیست عادت بد رو ترک کنیم، قراره یک عادت خوبی رو جایگزین یک عادت بد کنیم. برای مثال تو میدونی که هر سری که عصبی هستی، حوصله نداری یا استرس داری، یا رو میاری به دیدن محتوای جنسی یا رو میاری به پرخوری خوراکی‌ها که میدونی برات مفید نیستن. ازت میخوام خودت رو برای دفعه بعدی آماده کنی، یعنی هر زمان که اون سیگنال هایی که از قبل شناسایی کردی سراغت اومدن، به جای اینکه مغزت اتوماتیک دستور این رو بده که بخوای اون عادت رو تکرار کنی، فقط 30 ثانیه صبر کنی و به جای اینکه اون عادت قبلی رو انجام بدی، بیا یه عادت خوبی که خودت میدونی رو جایگزینش کنی. یعنی یه دونه سیب برداری بخوری، یه دوش آب سرد بگیری، چند صفحه مطالعه کنی و بهترین کاری که میتونم بهت توصیه بکنم اینه که یه قلم و کاغذ برداری و بنویسی. نمیدونم چی، فقط بنویسی. و یا برای مثال میدونی که هر زمانی که توی محل کارت خسته هستی یا احتیاج به گفتگو داری، اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که به همکارت بگی
فلانی پاشو بریم یه نخ سیگار بکشیم. و میدونی بقیه همکارات هم از همین موضوع استفاده میکنن. یعنی زمانی که میخوان یه گفتگویی انجام بدن، اون سیگار کشیدن رو وسیله‌ای میکنن برای گفتگو کردنشون. و تو الان بین یک دوراهی گیر کردی که هم میخوای اون عادت بدت سیگار کشیدن رو ترک کنی و هم میخوای توی اون گفتگو حضور داشته باشی. از طرفی هم حس معذب بودن میگیری وقتی بخوای بری همینجوری دستاتو اینجوری بگیری وایسی و هیچ کاری انجام ندی. حالا چه رفتاری رو میتونیم جایگزینش کنیم؟ من شناسایی کردم که هر زمان که احتیاج به گفتگو دارم و هر زمان که ذهنم توی محل کارم خسته است، به سیگار کشیدن ختم میشه. میام هر زمان که قرار بود این اتفاق بیفته، از چند دقیقه قبل یه قهوه برای خودم درست میکنم، یه چایی برای خودم آماده میکنم و به سادگی هم تونستم سیگار نکشم و هم تونستم توی اون جمع حضور پیدا کنم. و شاید باورت نشه، به همین سادگی با شناسایی یک سری رفتارها و سیگنالها، با درست کردن یه فنجون قهوه، با خوردن یه دونه سیب، با یک صفحه نوشتن، با 5 دقیقه ورزش کردن و مدیتیشن کردن، یک سری رفتارهایی که یه زمانی اذیتمون میکردن و حتی یک سری رفتارها و عادتهایی که داشتن بهمون آسیب میزدن و ما نمیدونستیم که درگیرشیم و تونستیم با هم دیگه اصلاحش کنیم. و توی قدم آخر میرسیم به مهمترین بخش این موضوع که باعث میشه ما استمرار رو برای رفتار جایگزین داشته باشیم و مهمتر از همه باعث میشه که بتونیم از برگشت اون عادت قبلی جلوگیری کنیم. و گفتیم که تنها دلیلی که باعث میشه ما یک رفتار رو بارها و بارها تکرار کنیم همون پاداشیه که بعد از انجام اون رفتار دریافت میکنیم. و اگر اون پاداش نباشه، چرا باید مغز ما قبول کنه که اون رفتار جایگزین رو انجام بده؟ پاداشی که قراره راجبش صحبت کنیم اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. تو تونستی یک رفتار بعدت رو شناسایی کنی و همینطور سیگنال‌ها و احساساتی که باعث انجام اون رفتار میشن هم پیدا کردی و تونستی یه رفتار خوبم جایگزینش کنی. ازت میخوام هر بار که این کار رو انجام دادی یه لایک به خودت بدی، یه دمت گرم به خودت بگی، بری جلو آینه وایسی به خودت بگی ای والله تو میتونستی این کار رو انجام ندی ولی انجامش دادی. تو لازم نبود این کار رو انجام بدی ولی بازم انجامش دادی. ازت میخوام یه نگاهی به دور و برت بندازی، ببینی چقدر آدم وجود دارن که درگیر یک سری عادتهای بدن و هیچ تلاشی هم برای ترک اون عادتها نمی کنن و خیلی ها هم هستن که درگیر یک سری عادتهای بد هستن و متاسفانه خودشون خبر ندارن. و بازم میگم همین الان که تو داری این ویدیو رو میبینی، میلیون ها نفر دیگه دارن یک سری ویدیوهای رندومی رو میبینن که 99% هیچ تأثیری توی روند زندگیشون نداره و شاید خیلی هم که روی این ویدیو کلیک کردن توی چند دقیقه ابتدایی ویدیو رفتن و شاید خیلی هاشون هم تا آخر ویدیو دیدن بعد با خودشون گفتن بلم کن بابا، کی حال داره این کارا رو انجام بده؟ کارای مسخره یعنی چی؟ کی حال داره ورزش کنم، من فلان عادت رو ترک کنم که بخوام تهش به خودم لایک بدم؟ چرا باید این کار رو انجام بدم؟ و ازت میخوام تویی که امروز تصمیم گرفتی مثل اون افراد نباشی و ازت یه چیز خیلی مهمتر میخوام. از امروز خیلی بیشتر از قبل به خودت احترام بذار. یه خودت هم نتونستی احترامی بیشتر از قبل برای خودت قائل بشی، یه چیزی رو میخوام همیشه یادت بمونه. یه نفر اینجا هست که احترام خیلی زیادی برات قائله. علاوه بر اون میتونی توی کانال تلگرامی که توی دیسکریپشن همین پست لینکشو برات میذارم هم جوین بشی، چون اونجا من هر روز سعی میکنم بهت یادآوری کنم و همینطور یک عکسی رو برات طراحی کردم که اونجا میتونی بری ببینی. تو اون عکس اگر خودت هم بخواد یادت بره، من بهت یادآوری کردم که چقدر آدم خفنی هستی و چقدر ارزشت بالاست. بهت قول میدم اگه تمام چیزهایی که توی این ویدیو راجبش صحبت کردیم رو انجام بدی و توش استمرار داشته باشی، یه خوب به خودت بیای ببینی یه سری چیزهایی که یه زمانی داشتن بهت آسیب میزدن و اذیتت میکردن آروم آروم دارن از زندگیت میرن بیرون. و حتی افراد دور و برت هم از این موضوع شوکه میشن که تو چند ساله میخواستی یک سری عادت‌ها رو ترک کنی، چی شد یهو این کار رو انجام دادی؟ بهت قول میدم اگر بتونی کنترل کامل روی ذهنت داشته باشی، این ترک عادت‌ها میشه جزو کوچکترین دستاوردهای زندگیت و هر کاری رو که بخوای میتونی توی زندگیت انجام بدی. و در آخر به عنوان برادر کوچیکت، من اهل این نیستم که بخوام بگم لایک کنید، سابسکرایب کنید و این کارا رو انجام بدید، ولی اگه کردی دمت گرم. مثل همیشه اگه قرار بود نتونی انجامش بدی،
هیچ وقت رویاش به سرت نمی اومد. به راستی که انسان روزی شبیه رویاهایش می شود. خیلی مخلصی. رویاها نبوده، رویاها عامل مرگه. عاشق این کارم چون که به زندگی معنی دادش.